به نام خدا عرض سلام و احترام خدمت همه عزیزان. محمدزاده هستم، مدرس ادبیات و هوش کلامی. اگر به سوالات 98 تا 1402 نگاهی بکنیم متوجه میشیم که 1/3 و گاهی بیشتر از 1/3 سوالات ما رو در دفترچه اول هوش کلامی به خودش اختصاص داده. پس آموزش اصولی هوش کلامی برای ما حائز اهمیت هستش. اما هر چیزی برای اینکه درست و صحیح ساخته بشه نیازمند یک سری اصول و پایه‌هایی هستش. ساختمانی که بنا میشه اگر ستون‌های خوبی نداشته باشه هرگز سقف مناسبی هم برای اون نمیتونیم بسازیم. هوش کلامی هم نیاز به یک سری پایه‌ها و اصول‌هایی داره که مهمترین اون آموزش دستور زبان هست. چرا که دستور زبان به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سوالات هوش کلامی استفاده شده. و مورد بعدی که دانش آموزان حتما باید بهش توجه کنن افزایش دامنه لغاتشون هستش. هرچقدر دامنه لغات بچه‌ها بیشتر باشه، پربارتر و غنی‌تر باشن، خیلی راحت‌تر میتونن سوالهای هوش کلامی رو درک کنن و راحت‌تر جواب بدن. البته این اهمیت از بعد آموزشی بود، چرا که ما در بعد غیر آموزشی هم با هوش کلامی و ادبیات سر و کار داریم. در زندگی روزمره، در ارتباطات و مکاتبات حتما از هوش کلامی و ادبیات استفاده می‌کنیم. پس امیدوارم با یاد گرفتن و آموزش اصولی، روش یادگیری درست و روش‌های مطالعه مناسب بچه‌های ما بتونن در این زمینه موفقیت‌های خوب و عالی رو کسب کنن.